یعنی آدمی که شیطان میگه خودش یعنی یکون ولد زنا ممکن باشه، ممکن. یعنی انسانی که یک انسان نمیشناسد نمیداند هیچ وقت شیطان نمیگه. تو حال آنکه نمیدونی که شیطان چی است، کی است، چی خیل شیطان رانده شد، خداوند چی خیل برای چی شیطان راند. امروز هر یک انسان یعنی من این مردک مثال شیطان میگه خودش نمیدونه شیطان خود شیطان است نمیدونه. یعنی شیطان در وجودش جا شده است نمیدونه. زنشه یک از زنا کرده گشته است نمیدونه. یعنی انسان میگن در یک کس نزن، در حق یک کس تهمت نکن که یعنی خداوند تو را چیکار میکنه در همین دنیا یعنی جزا تمیت. برای چی؟ من برای چی مثال آوردم که مردمی ما همش نه هست آدمی که بخیل است. من نمیگم که من سوپر پوپرم، منظورم من برای خودم با سواد کوچک خودم برای مردمم خدمت میکنم، با سواد